يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظیم. حضار گرامی، بیانات لازم را در موضوع عظمت قرآن و اهمیت قرآن در زندگی شنیدید که این ماه قرآن هست، ماه مواسات، ماه محبت و ماه رحمت الله. رحمت الله سرازیر و در حدیث شریف آمده که رب نزول می کند ثلث آخر شب به زمین، گرچه الله متعال از مکان و از رفت و آمد پاکه، اما برای فهماندن ما، برای تفهیم ما به اندازه عقل و فهم و درک و برداشت ما اینطور گفته شده که الله نزول می کند، یعنی رحمت الله بیش از همه اوقات شامل حال ما مسلمانان، ما کسانی که اهل ایمان هستیم، اهل توحید هستیم و ایمان به فرمان و دستور الله متعال داریم. برای ما اینطور توجیه شده و گفته شده و این ماه بهار اسلام هست، بهار مسلمانان هست که امسال الحمدلله مصادف هم با فصل بهاره، اول بهاره. وقت خودشون را همانطور که الحمدلله شما کاملا آگاه هستید پر کنی با عبادت، خوابها را کم بکنیم و شبها با نماز تراویح، با تلاوت قرآن، با دعا، با ذکر سپری بکنیم. سحر به موقع تلویزیون و فضای مجازی و اینها را تعطیل کنید. حالا چیزی ضروریه اون به جای خود، ولی وقت اینقدر با ارزشه که نمیشه به قیمت کمی فروخت آن را، به بهای کم آن را صرف کرد و گذراند. لذا به قیمت و ثمن بالا انشاءالله وقتتون را سپری بکنید و ماه خیر و برکت هست. الله متعال در این ماه، یکی از خصوصیات این ماه جود و سخاوت هست. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس، پیامبر اسلام سخی ترین انسان بود و سخی ترین در ماه رمضان بود. لذا به همسایه ها و به فقرا، به مساکین، به آنهایی که افطاری ندارند، سحری ندارند توجه بکنید و
کمک برسانیده. افطار دادن من فطر صائما فکأنما صام، او کما قال صلی الله علیه و سلم. حضرت فرمود هر کسی که روزدار را افطار بدهد گویا که روزه شده. چقدر آن روزدار را الله تعالی اجر میدهد، صائم را هم به همان مقدار الله تعالی اجر میدهد. این خیلی مژده بزرگی و آسانی هست که با دادن خرمای شما یک خرما بدهید، شما ثواب روزه یک نفر را برای خودتون کسب کرده اید و دریافت کرده اید. این جوره که این ماه رحمت، معناش اینه، اینقدر خیر دارد، اینقدر برکت دارد. و انفاق در تمام ماها قرآن میفرماید شما خرج بکنید یکی به 700 هست، و در ماه رمضان به این عدد و به این مقدار هم محدود نیست. والله یضاعف لمن یشاء، الله تعالی چند برابر می کند آنطور که اخلاص شما هست، آنطور که محبت شما هست، الله تعالی چند برابر می کند، مضاعف می کند و ضعاف کثیر می گرداند. لذا به این مسئله بسیار توجه بشود و زکات اموال را دادن در تمام سال خوبه و ثواب و اجرش میرسه و ادا می شود، اما در این ماه مضاعفه. و شما هم شنیده اید و میشنوید که صدقه فطر، یعنی ما باید صدقه فطر بدهیم، صدقه در روز پایان رمضان باید هر نفر صدقه بدهد که ای خدا، ای الله، ای رب، تو به من زندگی، حیات، سلامتی دادی که من روزه گرفتم. برای شکریه این عبادت ما باید مبلغی پرداخت بکنیم که الان اینجا یادداشت دادن، و یعنی این قدره از مال بدهیم، از وجود خودمون بدهیم. اینها عبادات مالی هستند. و عبادات بدنی همین تراویح و همین دعای و تلاوت و ذکر و طاعت خود روزه هست. لذا الله می فرماید که و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، برای این بهشت رغبت کنندگان، برای بهشتی که الله متعال برای شما آماده کرده که می فرماید هر آنچه که بخواهید برایتون در بهشت هست، ولدینا مزید، می فرماید و اضافه بر آنچه که شما می خواهید الله متعال به شما می دهد. و مفسرین فرمودن که مزید از تمام نعمتها که ما آرزو میکنیم و تمنا میکنیم به ما میرسد، آن چیست؟ دیدار پروردگاره. و حدیث همین آمده که الصوم لی و انا اجزی به، روزه عبادتی است که خاص برای من و ذات من و من دیدار من مزد و اجر صائم و روزه داره. ای بنده، ای مؤمن، ای مسلم، ای بنده خاص، چقدر ارزش پیدا میکنی که به ملاقات رب مشرف میشویم. الله نصیب بفرماید و توفیق مزید بدهد و خداوند به همه تون عافیت و سلامتی بدهد و از خیر و برکات رمضان همه ما را بهره‌مند بفرماد. فرزندان را الله تعالی صالح بگرداند، دختران و پسران همه ما را صالح و نیک بگرداند، توفیق عبادت نصیب بفرماد. بچه ها را هم، بچه هایی که 12 سال هستند، روزه بگیرنده و به نماز تراویح شرکت بکننده. در خانه برنامه های ویژه را من هفته گذشته هم عرض کردم که در خانه ها برنامه داشته باشیم، یعنی برنامه های ویژه
برای نماز، برای دعا، برای تهجد، برای ذکر، برای تسبیح، برای خدمت مساجد، به مساجد افطار بفرستید، به مسجد الخلیل بفرستید، به همه مساجد محلتون. برای مسافر می آید آنجا افرادی هستند افطار بفرستیده، شما رفته مشرف شدی به حرمین، آنجا اصلا دعوا می کنند، برای افطار دادن دعوا می کنند. یک بچه ها را میفرستند، بچه های کوچکشون را میفرستند عرب ها که دست مردم را میگیرن میارنده سر سفره. اون میگه سر سفره من بشید، اونا میگه سر سفره من بشید، اون میگه خواهش میکنم بیاد روی سفره ما، التماس میکننده. این هست دین، این هست محبت، این هست روز تجارت و کسب به آخرت. آخرتمون رو باید آباد بکنیم. ما برای آخرت باید آمادگی بگیریم. این زندگی دنیا، متاع دنیا قلیل، قرآن میفرماد استفاده گرفتن دنیا خیلی محدود و کم هست. و زندگی آخرت زندگی ابدی و همیشگی هسته و این زندگی ابدی و همیشگی را انشاءالله آباد بکنیم که آنجا افسوس نبریم. تنها و تنها اهل بهشت فقط یک افسوسی میبرند، میگویند که ای کاش ما را به دنیا خدا برمیگرداند که ما بیشتر الله را عبادت میکردیم و ما در راه خدا شهید میشدیم. لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا الی آخر حدیثه. و تمنای اهل بهشت فقط همین میماند که کاش بار دیگر ما به دنیا برمیگشتیم و به سلامتی و با عقل و هوش و با تمام بندگی می کردیم، بیشتر الله را شکرگزاری او را به جا می آوردیم و در راه خدا حتی خونمون را نثار الله متعال می کردیم و از خونمون به راه خداوند قربان می کردیم و می آمدیم به درگاه الله تعالی. این تنها تمنا برای اهل جنت باقی میماند. لذا امروز ما خبر داریم، امروز به ما این چیزها اعلان میشوند و این فرصتها به ما رسیدند. الحمدلله بر این فرصتها. خداوند شما را موفق بگرداند و قبول بفرماید و مزید توفیق عنایت بفرماید. وقت چون به پایان رسیده، آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.